تا حالا شده مثل سشن تو زبان پی اچ پی بخوای یه دیتایی رو یا یک سری دیتا رو بین چند تا تب یا آی فریم پاسکاری بکنی؟ نگاه کنید اینجا رو. تو جاوا اسکریپت کارو با برادکست چنل انجام میدن. دو تا صفحه مختلف درست کردم، دو تا تب مختلف که یه اچوان داره. اینجا سلکتش هم زدم. اینجا هم یه دونه اینپوت باتن گذاشتم که سلکتاشو زدم. خب قاعدتا میخوام بگم که زمانی که رو بی تی ان من ادیو لیسنر خدمتتون عرض کنم که کلیک اتفاق افتاد، یه ارو فانکشن باز کن پایین و ارسال کن. چی رو؟ خب اول باید یه اینستنس آبجکت از برادکست چنلت بگیری، مثلا مای برادکست برابر نیو برادکست چنل. برادکست یعنی ارسال همگانی. یه اسمی هم براش بذارید، مثلا مایک. اینو یه کپی ازش بگیر، من باهاش کار دارم. خیلی خوب. پس حالا میام پایین‌تر میگم که باتن من وقتی کلیک شدش ام بی رو اینجا ارسال پست مسیج میکنم. چی رو؟ imp.volume، یعنی مقداری که توی اینپوتم نوشتم رو ارسال بکنم. حالا میام تو صفحه دومم دوباره همون سلکت برادکست چنلم رو میزنم که برادکست چنلم اونجا هم فراخوانی کنم با همونا. ولی این دفعه میام میگم که ادیو لیسنرش بیاد روی مسیج. به خدا نمیدونید چقدر سخته توی یه دقیقه 30 ثانیه همه کدا رو توضیح داد. حالا میام از ایونت هم اینا رو از ادیو لیسنر مسیج رو ایونتش رو میگیرم روی ام بی و در نهایت میام پایین رو اون سلکت اچوانی که زدم اینر HTML میکنم ایدیتام رو. خروجیم رو اگه خیلی سریع بخوام به شما نشون بدم اینه که ناکن مثلا من اینجا می‌نویسم پارسا سند که بکنم تو اون صفحه اتومات اومده. همش همین بود.